سه کلمه خطرناک، سه کلمه خطرناک لطفا این را دور کنین از پیشتان. من این را میدانم. تو که از گپ بزنم میگه من این را میدانم. نکن. یک دفعه می ظرف ذهنت خالی کو. خیرم وطنم، همین گپ مرا بشنو، همین را یک دفعه تحلیل کو، بعدش خیر اگه باز یاد داشتی. گوش انعکاسی نداشته باش. ما و شما افغانا عادت بد ما نیست. تو یک کسی بخوای بر ما گپ بزنه بس خودم میفهمم. خب میگه برو باقیش تو بگو. نه که حوصله است. کلش هم میفهمیم. یک شب بگو زودتر کدامش بگویم. این بانا رو یاد داریم. ما هم وطن گرامی از کجا میفهمیم؟ اینمی تا اینمی رو بگو این سمینار برش پلی کنیم. پس که کلش خودم خبر دارم. به خدا که خبر باشی. من خودم هم آیت قرآن کریم براتون خواندم. در کتاب انتون روبینز دیده بودم نوشته کرده که ما سخن‌ها را بشنویم خوبش میفتیم. چی سخنی نوشته کرده؟ سالهای بعد دیدم در قرآن کریم است. پیش خود خجالت کشیدم. در کتاب ما است. ما در اوج خواندیم میگم چی سخنی است. داله که خودشون بهترش ما همینجا داریم. بعضی وقتی یک گپ مثلا من 10 دفعه شنیده بودم نفهمیدم، 11 دفعه فهمیدم. یا نمیفهم. فکر میکنم ابو علی سینا بود 40 دفعه کتاب خواند. 40 دفعه 40 فهمید که گپ چی است. نیست که ما کل گپ بفهمیم. این ذهن پوچ ماست. خود شاگرد مکتب از دیگر اخوان پدر مادرای ما سلام. پدر مادرای شما فیلسوف هستین که از پدر مادرای گپ نداریم. اینا هیچ خود عقل کل میدانن. یک اولاد صحیح تربیت نمیتونن، اولاد عقل کل واسه بگو بیادر مادر جانینی تربیت شیر دادن کودک ولگ یاد داشته باشن. خفه نشن، دعای بد نکنن، حال دعای کودکش قبول بشه در بدر میشه. شیر دادن کودک یاد نداره، تشناب روان کردن کودک والله یاد نداره. اگه برش بگویی میگه نه کارش خودم خبر دارم. او را خب شاگرد مکتب است. این سنفیگک خودم میگه بیا که بریم سمینار سر. پس که دیوانه کل گپایش خودم میفهم. بچه تو شاگرد مکتب هستی. ما او فاکولتی را که تو خوش داری که کامیاب شوی که زیادت نمیشه نخواندیم. رفتیم طب با نمره بلند طب خواندیم. ما تخصص گرفتیم. تو واری شاگرد 100,000 تا رو درس دادیم. 20 سال حداقل میشه درس میتونم. بچه تو چطور میگی که کلش تو میفهمی؟ خدا برای ایران کنه واقعا قبیل خب من خوش میشم. بیا که تو را هیچ معرفی کنیم به جای خود، دست تو ببوسیم، افتخار کنیم سر دغیر از بچه. تو در خر جهالت بالاستی نکوی تو. نکو بیا یاد بگیریم. فرض مثال هم این چی دیدم سمینار جمعه خب ما و شما یک کسی نشته کرده بود خندی هست. بله نشته کرده ما هم جوابش فکر میکنم مثل خودش دو زده میشه. همین سمینار هفته قبلی رقصش انداخته چتیات از خیلی خندیست سمینارا نشته کردم. بله یک ساعت خیلی خندی کردیم با هم خندیدیم. کاش که تو هم میبودی میخندیدی. همین سمینارا ما بیخی خیلی خندی خیلی داره خنده داره که تو خود شیل خنده میکنیم با هم. بنان لطفا امیره نگوین من این را میدانم. یک دفعه تو گوش کن میشه یک قسمتش نفهمی. یک کلمه نو یاد بگیری سیست. یک کلمه نو یاد بگیری سیست. در حالی که در اول اشاره کردم که هر کس تا بالی بحثای شنیده میگه بسیار چیزای نو برای ما بوده. استاد از خودش، استادای پانتون، پروفسورا میان دمای خانه برام میگن که ما این صحبت‌ها رو میشنویم. هرچند من میگم لطفا شما نشنوید. ما ایره برای خود کده کمدانترا کوشش کردیم که باشه. ولی میشنون میگن چیز خوب داره. خب یک گپک آخرام بگویم که ضرورت آمدنم بفهمین. چون بعضا امیالی مثلا خواهرای نازنین ما در پایین شیشتن میگه خب استاد ما در تلویزیون ببینیم خیری جاوخانه چه فرق داره. نه 85% موفقیت حضور است. ای که تو در تلویزیون میبینی و هیچنی یک شهامت کار داره. تو میایی فکرت دیگه میشه. تو مسئولیت پذیری رو یاد میگیری. تو تقویت یک برنامه علمی رو یاد میگیری. هرچند من خود ثبت میکنم. من با سعی کنین شما او هموطنایی که سر معامله میکنه. من میتونم این سمینارهای اینم تو بگیرم بدون ثبت. هیچ کس خبر نشه ما اینو میره بار ولی من این ثبتم میکنم. میگم خیر روی که آمدم نمیتونه بگیرم. میشه یک پدر مادر خوشش بیاد میره یک دفعه گوش کنه. ولی آمدن تو ضرور است هموطن. من که امروز میبینم که این تالارم تو پر است. در پایینم شاگرد شدم. من خوش میشم. میگم هموطنان فهمیده که یک چیزی هست اینجا. طرفدار میگم پیدا کردیم. من نه بس علمی طرفدار پیدا کرده.